program? رام خير رسمه رام خير خلنا دوستان عزیز خیش تبا تمام پیوندان همسایه ها مردی نابهنگام فرزندی ارجمند استاد علی شخصیتی که تمام ما برای صنعت تصویری ما تحقیق آثار صنعت تصویری ما آثار نفیسه ما خدمت‌های زیاد کردن با افکار علمیشون با نظر دقیقشون خدمت بسیار شایسته کردن لطفی عینی در سن 81 افضلان پروفسور اسدی نظامов که با معلم حسنی همکاری و دوستان عزیز در گذشته این علمای نمایان فرزندی جگربندی استاد بزرگوار ملت تاجیک برای همه ما باعث امید بزرگ است. معلمه لطفیه عینی سالهای دراز در سیستم اکادمی علم‌ها در دانشگاه علمی تحقیقاتی تاریخ خدمت کردند و تمام عمرشان را با تحقیق گذشته و امروزه صنعت تصویری ما بخشیدند. مؤلف ده‌ها رساله ها، مؤلف ده‌ها صدها مقاله هایی که در آنها تاریخ زیباشناسی ملت تاجیک، دیدی امروزه ملت ما تجسم یافته است و از محصول علم این کس صدها شاگردان بهره گرفتند و نوشته های اون کس برای رشد صنعت تصویری، برای زیباشناسی مردم، برای خودشناسی ملت ما خیلی هم خدمت های بزرگ کردند. معلمه لطفیه عمری خاکسارانه، صادقانه و پر از محبت به وطن، به ملت، به شاگردان، به هنر و به فرهنگ ملی تاجیک بودند. الوداع، الوداع، الوداع. از معلمه شاعر خاک تاجیکستان بزرگسال خوش میکنید چند بیان که در سنگ مزار زیبونیسو نوشته شده است که بعد مردن غم مخور مخفی که در آیین عشق بلبل و پروانه گیرد پایه تو. من از دیروز همین شعر فراموش کردم نمیتونم. دیروز هم آمده بودیم، دیروز میخوام بگم که پایه تو بودی این زنی بزرگ، این فرزندی بزرگ، این مادری بزرگ هم امروز همون رخش و نق جان شیرین هم در دنیا. در اینجا ممکن که 1000 2000 آدم نیست که هر کدومشان به قول استاد فردوسی این 200 مرد جنگ بیاسن. این مادر 81 سال عمر دارد، دختری اساسگذار ادبیات ترکی ما این معاصر یعنی صدرالدین علیزاده دخترش بود. اما خواهرها همه ما روز این حیات دنیا را فراموش گفته و حیات دیگر می‌بینیم.